اولین کتابی که میخوام تدریس بکنم سری کتاب‌های World English هستش که بسیار محبوبه و در 4 جلد چاپ شده و با جلد اینتروش میخوایم شروع بکنیم که مقدماتی هستش و بعد هم به World English 1 و 2 و 3 میپردازیم. Let's start. World English Intro 3rd edition ویرایش سوم Published by National Geographic. این کتاب انتشارات National Geographic منتشرش کرده. چون سطح این کتاب اینترو یا مقدماتی هستش، سعی کردم با جزئیات بیشتر و شمرده تر براتون توضیحش بدم. همونطوری که میبینید این کتاب از 12 یونیت یا بخش تشکیل شده. من قصد دارم که در هر ویدیو نصفی از یک یونیت رو تدریس بکنم که نه زمانش طولانی باشه و اینکه براتون خسته کننده هم نباشه. در هر یونیت ما 3 بخش داریم. در این قسمت یونیت گولز هستن یا اهداف هر یونیت یا هر درس که از 5 قسمت تشکیل شده. یعنی یونیت 1 خودش شامل 1A، 1B، 1C، 1D و 1E هستش و گرامری که در هر یونیت درس داده میشه در این قسمت به صورت مختصر آمده و همینطور vocabulary یا لغات جدیدی که در هر یونیت تدریس میشه. ما با درس 1 یا یونیت 1 میخوایم شروع بکنیم. یونیت 1 Friends and Family دوستان و خانواده. Around the world, people have friends and family. They are young and old, and they come from different places. در سراسر دنیا مردم دوستان و خانواده دارند. آنها جوان و پیر هستند و آنها از جاهای مختلفی می آیند یا اهل جاهای مختلف هستند. خب همینطور که می بینیم اول هر درسی با یک تصویر شروع میشه و همینطور جمله‌ای در مورد اون تصویر هستش یا مقدمه‌ای هستش برای اینکه ما رو به فضای در واقع موضوع اون درس وارد بکنه و بهش وارم آپ میگیم یا گرم کردن. همینطور که میبینید تصویر یک خانم جوان هستش. در صفحه بعد یعنی صفحه 3 باز هم ما 3 تصویر داریم. بالا 2 تا سوال مطرح شده. این سوال ها لید این هستش که ما رو به سمت موضوع اصلی هر درس هدایت میکنه. Look at the photos and answer the questions. به عکس ها نگاه کنید و به سوالات جواب بدهید. 1. Are these people young or old? آیا این افراد جوان هستند و یا پیر؟ این 3 نفر به اضافه تصویری که صفحه قبل یا صفحه 2 بود همشون جوان هستند. پس میخوایم بگیم آنها جوان هستند. They are young. Question number 2. سوال شماره 2. Who is young in your family? Who is old? در خانواده شما چه کسی جوان هست و چه کسی پیر هست؟ پس این سوال رو باید شما با توجه به اطلاعات شخصی خودتون جواب بدید. به عنوان مثال من جوابم به این صورته. My grandmother is old and I'm young. مادر بزرگ من پیره و من جوان هستم. حالا شما بسته به در واقع اطلاعات خودتون میتونید جوابهای مختلفی بدید. در این کادر ما اهداف یونیت 1 یا درس 1 رو داریم که با هم یه مروری میکنیم. A. Meet and introduce people. ملاقات کردن و معرفی کردن افراد یا مردم. People کلمه جمع هستش. همونطور که در فارسی واژه مردم کلمه جمع هستش و میتونه به افراد هم اطلاق بشه. B. Spell names and words.
یعنی اسامی و کلمات رو اسپل کردن. اسپل کردن در فارسی به معنای هجی کردنه، یعنی حرف به حرف کلمات و یا اسامی رو بازگو کنیم. به عنوان مثال My name is Helia. It's H-E-L-I-A. هلیا. و یا اگر بخوام این کلمه رو اسپل بکنم، کلمه people، میگم it's، یعنی اون هست، P-E-O-P-L-E. پس حروف تشکیل دهنده کلمات رو ما وقتی حرف به حرف بیان بکنیم میشه اسپل کردن. اسپل کردن برای اسامی مخصوصا خیلی مهم هستش، چون شما وقتی در جایی باشید که اسم شما برای اونها ناشناخته باشه و تا حالا به گوششون نخورده باشه و یا بالعکس برای شما، از شما میخوان که اسمتون رو اسپل کنید تا متوجه بشن دقیقاً چطور تلفظ میشه و خیلی کاربردی هستش اسپل کردن در اینجور مواقع. Part C. Describe people. افراد یا مردم رو توصیف کنید. Part D. Present your family. یعنی خانواده تان را معرفی کنید. present معنی های مختلفی داره که در اینجا به معنی شناساندن هستش. Part E. Give personal information. یعنی دادن اطلاعات شخصی. Information اطلاعات، personal شخصی و give هم فعل دادن. Next page یا صفحه بعدی. Part A. Goal. goal به معنای هدف هستش. Meet and introduce people. ملاقات کردن و معرفی کردن افراد یا مردم. Vocabulary. کلمات جدید. Listen and repeat. گوش کنید و تکرار کنید. قبل از اینکه من بخوام این فایل صوتیش رو برای شما پخش بکنم، لازمه که یه چند تا توضیح به عنوان مقدمه بدم. کلمه greetings به معنای احوال پرسی هستش، یعنی کاری که شما وقتی که اولین بار کسی رو ملاقات میکنید و یا افرادی رو ملاقات میکنید که از پیش میشناسید، در اول مکالمه به کار میبرید که خودمون هم در زبان فارسی همین کار رو میکنیم، یعنی سلام و احوال پرسی. ما دو نوع greetings داریم در زبان انگلیسی، یکیش اینفورمال و دیگری فرمال هستش. اینفورمال به معنای غیر رسمی و فرمال به معنای رسمی هستش. در گریتینگ اینفورمال ما کسی رو از قبل میشناسیم، حالا بعد از چند وقت یا هر چیزی داریم میبینیمش و باهاش دوستانه در واقع سلام و احوال پرسی میکنیم. یه نگاهی به این عکس بندازین. Look at the picture. They are friends. آنها دوست هستند. اینطوری که از عکس برمیاد اینه که اینها از قبل با هم آشنایی دارن. و یک نگاه هم به قسمت سمت راست بندازین یا فرمال. ما گریتینگ رسمی رو در واقع میتونیم با اشخاصی که اولین بار ملاقات میکنیم و یا افرادی که با اونها خیلی نزدیک نیستیم، مثل رئیسمون، مثل معلممون و خیلی اشخاص دیگه، میتونیم از این در واقع سبک احوال پرسی استفاده کنیم. بریم که با هم گوش بکنیم و تکرار بکنیم و بعد من توضیحات رو مجدداً خدمتتون میگم. Listen and repeat. گوش بدید و تکرار کنید. اول با این قسمت شروع میکنیم. Hi, how's it going? Great. And you? Okay. از اینجا شروع شد. Hi, how's it going? Hi یک جور سلام غیر رسمی هستش و صمیمانه که شما برای دوستاتون میتونین به کار ببرید. How's it going؟ این هم یه جور احوال پرسی هستش که اصطلاحاً به همون معنی حالت چطوره یا چطور میگذره که بسیار دوستانه و صمیمی هستش و مناسب نیستش که هر جایی به کار ببریم برای هر کسی. در جواب میگه great and you، یعنی عالی. و تو؟ این کلمه عالی great
به معنای خیلی خوب هستش، یعنی بیشتر از خوب، عالی. و تو، you در زبان انگلیسی هم تو و هم شما در واقع اطلاق میشه، بستگی به اون کانسپت و فضایی داره که توش به کار میبریم. در جواب احوالپرسی مجدد که این دوستمون انجام داده که میگه عالی و تو، یه کلمه جواب میده، میگه اوکی. پس یه بار دیگه میخونیم Hi, how's it going? Great, and you? Okay. خب بیایم تو بخش فرمال و بقیه مکالمه رو بشنویم. Good morning. How are you? I'm well, thank you. And how are you? Good morning. How are you? صبح بخیر. حالتون چطوره؟ همینطور که میبینیم باز دوباره از کلمه you استفاده شده، ولی خب به خاطر در واقع این فضایی که اینجا وجود داره و رسمیه میدونیم که احتمال زیاد how are you اینجا به معنای حالتون چطوره یا حال شما چطوره هستش، نه حالت چطوره. یعنی you در اینجا به معنای تو و در اینجا به معنای شما به کار رفته. همینطور که میبینیم good morning یا صبح بخیر استفاده شده که این اصطلاح رسمی هستش نسبت به های، خیلی رسمی تره، و جایگزین hello استفاده شده. ببینید hello کلمه هستش که میتونه در هر زمان از شبانه روز و همه جا برای همه کس به کار برده بشه. دقیقاً معادل سلام فارسی هستش. و جایگزین های دیگری هم برای اون وجود داره که با توجه به حالا زمانهای مختلف روز ما میتونیم اصطلاحات دیگه رو جایگزین سلام به کار ببریم که خب اینجا چون صبح هستش good morning یا صبح بخیر به کار برده. اگر که در واقع ظهر باشه یا بعد از ظهر باشه، یعنی از ساعت 12:01 تا حدود 4:05 یعنی قبل عصر، ما good afternoon رو به کار میبریم. good afternoon یا بعد از ظهر بخیر. و بعد از اون یعنی از ساعت 4:05 به بعد تا بعد از غروب ما good evening رو به کار میبریم یا عصر بخیر. و در نهایت ما برای خداحافظی و شب بخیر گفتن تنها good night رو به کار میبریم، یعنی good morning, good afternoon و good evening هر سه جایگزین hello یا سلام هستن و برای آغاز یک مکالمه میتونن استفاده بشن. اما good night فقط جایگزین goodbye یا خداحافظ هستش که در آخر شب به کار میره. یعنی کسی اگه میگه good night منظورش اینه که من دیگه میخوام برم بخوابم، شب بخیر. خب How are you متداول ترین یا مصطلح ترین در واقع نحوه احوال پرسی هستش. ما حتی به یک شخص صمیمی هم میتونیم بگیم How are you. در جواب گفته I'm well، من خوبم. Thank you، متشکرم. ببینید thank you نسبت به thanks رسمی تره. پس کلمه thanks یه مقداری غیر رسمیه، اما thank you به معنای متشکرم یا تشکر میکنم. And how are you یعنی دوباره این سوال رو تکرار کرده این خانم، میگه و شما چطورید. اینجا گفته and you و تو، اینجا گفته and how are you، یه مقدار رسمی تره. قسمت B در اینجا میگه که greet your classmates informally، یعنی با همکلاسی هاتون به صورت غیر رسمی احوال پرسی کنید. اینها در واقع بخش های کلاسی هستش، چون این کتاب کلاسی هستش. یه بخش هایی از تمرین ها برمیگرده به تمرین های گروهی، تمرین های جفتی که 2 نفره باید تمرین بشه و ما خب اون قسمت ها رو من فقط از رو میخونم و رد میکنیم، چون امکان این که اونها رو تمرین کنیم وجود نداره. Part C Greet your teacher formally، یعنی با معلمتون به صورت رسمی احوال پرسی کنید. میایم پایین، دوباره باز 2 تا عکس داریم اینجا که به 2 دسته informal و formal تقسیم بندی شده. Introductions، انواع معرفی. باز دوباره اینجا به 2 صورت بیان شده، همینطور که میبینیم از عکسی که الان داریم مشاهده میکنیم میبینیم که 3 نفر اینجا هستن و گویا با هم آشنا هستن از قبل، حداقل 2 نفرشون با هم آشنا هستن و شاید بخوان نفر سومی رو معرفی بکنن. و توی عکس سمت راست یه جلسه هستش، بنابراین باید فضای رسمی باشه و 2 نفر دارن در اینجا معرفی میکنن خودشون رو.
میخوام این فایل سوم رو برای شما پخش کنم. لطفاً گوش بدید و تکرار کنید با خودتون. Listen and repeat. Hi, Asif. This is my friend, Emily. Hello, Emily. My name's Asif. Hi, Asif. How's it going? خب مکالمه از این قسمت شروع میشه. Hi آصف. سلام آصف. This is my friend. این دوست من هست. امیلی. در زبان انگلیسی وقتی میخوایم کسی رو معرفی بکنیم، کسی در کنار شما حضور داره و میخواین اونو به کسی دیگه معرفی بکنید، از this is استفاده میکنید. This is my friend. این دوست من هست. Emily. در جواب آصف میگه Hello Emily. My name's آصف. My name's که در واقع مخفف یا کوتاه شده My name is هستش. اسم من آصفه. My name میشه اسم من. اینجا apostrophe و s در واقع همون is هست. My name's آصف. و در جواب Hi آصف. How is it going? ببینید به جای how are you گفته how is it going؟ چطور پیش میره؟ خب بخش فرمال رو با هم میبینیم. اول این رو گوش میکنیم با هم و بعد من میخونم و شما تکرار میکنید. Hello, my name's Elsa. Nice to meet you, Elsa. I'm Alan. Nice to meet you too, Alan. اینجا اول از همه السا خودش رو معرفی میکنه و در جواب Nice to meet you یعنی از ملاقاتت خوشبختم. ببینید این اصطلاح بسیار متداول هستش. Nice to meet you. meet به معنای ملاقات کردنه. Nice to meet you Elsa. I'm Alan. من آلن هستم. به دو صورت افراد میتونن اسم خودشون رو معرفی بکنن یا خودشون رو معرفی بکنن. یکی همون جمله my name is یا my names هستش و دیگری I'm یا I am. یعنی من میتونم بگم Hello, my name's Helia. اسم من هلیا هستش. Or یا Hello, I am Helia. سلام من هلیا هستم. خب ببین چی جواب داده السا. Nice to meet you too. یعنی من هم از ملاقاتت خوشبختم. ببینید همون جمله nice to meet you رو دوباره تکرار کرده و آخرش to آورده. to به معنای همچنین، نیز، هم به کار میره. یعنی من هم از ملاقات شما خوشبختم آلن. پس تو رو در آخر جمله به کار برده. همون جمله رو میگیم آخرش تو اضافه میکنیم. ما یه قسمت های real language یا زبان واقعی، یعنی زبان رو به اون صورتی که در دنیای واقعی و کاربردی استفاده میشه در یه بخش هایی از کتاب داریم توی هر یونیتی. Informal greetings and responses میشه احوال پرسی غیر رسمی و پاسخهاش. Hi, how is it going? Great, fine, okay. پس در جواب سلام و در واقع چطور پیش میره، حالت چطوره، میتونیم جواب بدیم great یعنی عالی، fine خوب، okay. ببینید great خب وقتی هستش که شما خیلی حالتون خوبه، میخوایم بگیم عالی هستم و تک کلمه ای اکثر اینا رو جواب میدیم. fine خوبم، در واقع حالا یه جورایی کمتر از great هستش درجهش اما از اوکی بیشتره. خب به جای اینها هم میتونیم واژه های دیگری هم به کار ببریم از قبیل not bad یعنی بد نیستم و یا so یعنی A یا 50-50 50-50 هستم so. قسمت بعدی formal greetings and responses یعنی احوال پرسی رسمی و پاسخهاشون. Good morning, good afternoon, good evening. من قبلا برای شما این سه قسمت رو توضیح دادم. How are you? حالتون چطوره؟ Fine, I'm well. خوب،
من خوبم. ببینید fine هم در واقع مکالمات رسمی و هم در غیر رسمی کاربرد داره. جفتشو میتونیم بگیم. Thank you. متشکرم. و اینجا در مکالمه غیر رسمی میتونیم بگیم thanks. بریم قسمت ای. خب اینجا نوشته in pairs یعنی به صورت جفتی. Write and practice a formal conversation using these words. میگه به صورت دوتایی یعنی 2 نفره بنویسید و تمرین کنید یک مکالمه رسمی رو با استفاده از این کلمات. کلماتمون چیا هستن؟ A. Hello. Names. ما جمله‌ای که میتونیم از این 2 کلمه بسازیم Hello. My name's Helia. به عنوان مثال من اسم خودم رو مثال میزنم. شما جایگزینش اسم خودتون رو بذارید. چی داریم اینجا؟ Nice. Meet. My name's. خب نفر بعدی چی میتونه بگه؟ Nice to meet you. My name's Sarah. به عنوان مثال. Nice to meet you. My name's Sarah. از ملاقاتت خوشوقتم. اسم من ساراست. و دوباره من در جواب سارا میتونم بگم Nice to meet you too, Sarah. خب ادامه میدیم با قسمت F. میگه که in groups of 3 practice an informal conversation using these words. میگه به صورت گروه های 3 نفره مکالمه غیر رسمی رو با استفاده از این کلمات تمرین کنین. Practice تمرین کردن. خب چی رو داریم ما اینجا؟ A. Hi, this friend. B. Hello, names. C. Hi. در بخش A من میتونم بگم Hi, this is my friend Sarah. سلام، این دوست من سارا هستش. و به عنوان مثال طرف مقابل که حالا بذاریم اسمشو بذاریم تام میگه که Hello Sarah, my name's Tom. سلام سارا، اسم من تامه. و سارا در جواب میگه Hi. میتونه اینجا بگه Nice to meet you. میتونه خودمونی تر بشه بگه How is it going Tom. اینا رو سارا میتونه به تام بگه. در صفحه بعدی یا صفحه 5 از یونیت 1 ما بخش گرامر رو داریم یا بخش قواعد زبانی. در گرامر این درس ما 3 تا جدول داریم. جدول سمت چپ در مورد present tense of be ما با افعال بودن میخوایم آشنا بشیم. ببینیم be میشه بودن. اینجا ما میخوایم فعل be رو یا فعل بودن رو با همدیگه صرف بکنیم. بودن یعنی چی؟ یعنی اینکه بگم من هستم، تو هستی، او هست، ما هستیم، شما هستید، آنها هستند. اول از همه ستون سمت چپ subject pronoun. subject میشه فاعل، pronoun میشه ضمیر. خب ضمیرهای فاعلی چیا هستن؟ من، تو، او، ما، شما، ایشان. و افعال to be افعال بودن که با هر ضمیر خاص یک فعل خاص به کار برده میشه. میخوام بگم من کیم هستم. I am Kim. من هستم کیم. پس ببینید فعل am نوعی از فعل to be یا بودن هستش به معنای هستم. برای اولین شخص به کار میره که میشه I. من هستم. حالا شما مثلا میتونید با این بی نهایت جمله بسازید. به عنوان مثال من میخوام بگم که I am a teacher. من یک معلم هستم. یا یک جمله دیگه میخوام بگم من ایرانی هستم. I am Iranian. خب میریم سراغ دوم شخص مفرد یا you یا تو. همطور که گفتم you هم در معنای تو و هم در معنای شما به کار میره. ما هر دو رو با هم بررسی میکنیم چون اینجا یک بار آورده. میتونست you رو یه بار دیگه بیاره به معنای دوم شخص جمع یا شما، اما چون مشابه هم هستن و فعلی هم که به کار میره برای جفتشون یکی هستش، ما هر دو رو با هم در نظر میگیریم. یعنی you هم میشه تو و هم میشه شما. خب ما در فارسی میخوایم فعل بودن رو برای دوم شخص صرف کنیم. میگیم تو هستی، شما هستید، که اینجا
فعل are رو به کار بردیم. You are، تو هستی، و همینطور شما هستید هم are تلفظ میشه. پس are در واقع شکلی از فعل بودن هستش که برای دوم شخص چه مفرد چه جمع به کار برده میشه. You are Kim، تو کیم هستی. میگیم you are Kim. حالا بیاین همون مثالایی که قبلا به کار بردیم رو یکیشو به کار ببریم. میخوام بگم تو ایرانی هستی. You are Iranian. حالا میخوام بگم شما ایرانی هستید. باز هم میگم you are Iranian. ممکنه براتون عجیب باشه که چجوری میشه در هر دو تا معنا به کار بره و چجوری از هم تشخیصشون بدیم. کاملا بستگی به کانتکست داره که ما اون جمله رو توش استفاده میکنیم. یعنی از روی معنی باید تشخیص بدیم که اینجا منظور شما هستش یا تو. میرسیم به سوم شخص ها. he سوم شخصه که برای مذکر یا مرد به کار برده میشه و she سوم شخصی هستش که برای مؤنث یا زن به کار برده میشه. خب ما مشابه اینو در زبان فارسی نداریم. در زبان انگلیسی he و she یعنی سوم شخص مفرد رو از لحاظ جنسیتی تفکیک میکنن و همینطور حالا اینجا قید نشده. ما در واقع یک ضمیر دیگه هم داریم برای سوم شخص که it هستش که برای غیر انسان، هر اون چیزی که غیر انسان هستش به کار برده میشه. به عنوان مثال برای اشیا، برای حیوانات، گیاهان و غیره که خب اینجا نداریم ولی بعداً راجع بهش صحبت خواهیم کرد و آشنا خواهیم شد. کیم اسم یونیسکس هستش، یعنی هم پسرونه و هم دخترونه. پس هم میتونم بگم she is Kim and he is Kim. میریم ضمیر فاعلی بعدی we به معنای ما. میتونه من و تو باشه، من و شما باشه، در هر صورت یکی از اونها من هستم. با we یا ما هم فعل بودن به صورت are صرف میشه. پس همینجوری که تا الان دیدیم I با am میاد، you با are، he, she and it با is میان، we یعنی ما دوباره با are میاد. We are ما هستیم. We are Lucas and Ed. ما لوکاس و اد هستیم. این میشه اول شخص جمع. حالا میخوام بگم که ما ایرانی هستیم. We are Iranian. چیزی به ایرانیان اضافه نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه ایرانیان یک صفت هستش، صفتی هستش که ملیت نشون میده. آخرین ضمیر فاعلی که داریم they به معنای آنها و یا ایشان هستند. یعنی راجع به سوم شخص هایی صحبت می کنیم که حضور ندارند و یا در واقع من و تو نیستیم. آنها هستند. اولا که تعدادشون بیشتر از یک نفرند. در هر صورت راجع به هر کسانی که داریم صحبت می کنیم بیشتر از یک نفر هستند به معنای آنها. باز دوباره they با are به کار برده میشه. They are آنها هستند. They are Maria and Claudia. آنها ماریا و کلودیا هستند. پس ببینین are برای they، برای we و برای you به کار میره. is برای سوم شخص ها به کار میره. he، she و it. و am فقط برای I یا من به کار برده میشه. اینجا ما شکل کامل افعال بودن رو میبینیم. معمولا در زبان نوشتار ما به این صورت به کار میبریم، اما در گفتار یه مقداری کوتاه‌تر میتونیم بکنیم. یعنی از زبان یه مقدار غیر رسمی‌تر و گفتاری استفاده بکنیم که I am من هستم تبدیل میشه به I'm. ببینید I am در اینجا تبدیل شده به I'm. هر دو یک معنی میده، یعنی هر دو میگن من هستم، اما I'm اینجا در واقع فشرده شده هستش. خب ببینید چه اتفاقی افتاده، چه تغییر کرده. am ایش حذف شده و به جاش آپستروف گرفته این بالا. اینجا you are تبدیل شده به your. ایش حذف شده
آپستروف گرفته و آر ای شده. He is his. She is she's. We are we're. They are their. همونطوری که گفتم به لحاظ معنایی با هم فرقی ندارن، یعنی I am و I'm، you are و your و غیره همه از نظر معنایی یکی هستند، اما توی گفتار بیشتر از I'm، your، his، she's، we're و their استفاده میکنیم. جدول سمت راست رو که میبینیم possessive adjectives. possessive میشه مالکیت و adjective میشه صفت. پس ما اینجا صفتهای ملکی یا صفتهای مالکیت رو داریم. ببینید my name میشه اسم من. My name is Mario. یعنی اسم من ماریوه. پس چیزی که متعلق به من باشه my میگیره. میتونه خونه من باشه مثل my home، میتونه ماشین من باشه my car، و یا وقتی میخوایم بگیم خانه تو میگیم your home، میخوایم بگیم ماشین تو میگیم your car. خب اینها تفاوتشون با این جدول اول که گفتیم در اینه که I فاعل هستش، یعنی ضمیر فاعلیه، یعنی I am من هستم، در اینجا I مفاعله. اما در این جدول my به معنای برای من، مال من و یا چیزی که متعلق به منه هستش. خب اینجا میبینیم که اسم من رو بررسی کردیم توی این جدول، یعنی اسمی که متعلق به منه your name، اسمی که متعلق به توه و یا اسمی که متعلق به شماست. his name اسمی که متعلق به اون هستش و جنسیتش مذکره و her name اسمی که متعلق به اون هستش و جنسیتش مؤنثه و their name هم اسمی هستش که متعلق به اونها هستند. Their names are Ben and Dan. این نکته رو دقت کنید. Their و اینجا هم they، چون هر دو جمع هستند به معنای آنها در اینجا و در اینجا مال آنها. ما names رو داریم، اسامی یا اسمها، چون فاعلمون و صفت ملکیمون اینجا جمع هستند. پس اسامی آنها بن و دن هستند. 2 تا اسم داریم. در ادامه ما پارت جی رو داریم که تمرین های مربوط به گرامری هستش که الان خوندیم. میگه write the correct form of the verb be، یعنی فرم صحیح فعل be رو بنویسید. Number 1. Their names are Julie and Les. خب توی این نمونه‌ای که برای ما خود کتاب گذاشته میبینیم که their هستش، یعنی مال آنها. Their names اسامی آنها هستند Julie and Les. Number 2. My name Victor. خب اینجا چی باید بذاریم؟ میدونیم که با my is میاد. So, my name is Victor. Number 3. I am Said. Number 4. We, Rigo and Rosanna. We are Rigo and Rosanna. پس اینجا هم میتونیم بگیم we are، هم میتونیم بگیم we're. Number 5. His name is Arata. His name's Arata. پس به 2 صورت میتونیم بیاریم. Number 6. Your name is Yanqing. چرا؟ ببینید اینجا is شد. ما گفتیم که طبق این جدول you با R میاد همیشه، ولی ما توی این جمله your name داریم، یعنی اسم تو. اسم تو هست که میشه is. بریم تمرین بعدی، قسمت H. Unscramble the sentences. ببینید فعل scramble
میشه به هم ریخته بودن و unscramble متضادشه، به معنای به ترتیب کردن، نظم دادن. ما اینجا در هر کدوم از این آیتم ها کلماتی رو داریم که باید از اونها جمله بسازیم. گزینه 1 run, name, my و is رو داریم که ما باید از اینها جمله بسازیم. My name is Ron. Number 2 Layla is name her. Her name is Layla. Number 3 is name Mr. Aoki his. His name is Mr. Aoki. چون Mr. هستش he's اومده باهاش. Number 4 Chen, their, Marco's names are and. جمله‌مون میشه Their names are Chen and Marco's. Their names are Chen and Marco's. قسمت I که یک قسمت فایل صوتی هستش، با هم گوش میدیم. یه مکالمه بین دانا، نیک and Hiroshi. Listen to the conversation. Which phrases are informal, which are formal? به مکالمه گوش دهید. کدام عبارات غیر رسمی هستند، کدام رسمی؟ Hi, Nick. How's it going? Great. And you? Fine. Donna, this is my friend Hiroshi. Nice to meet you, Hiroshi. Nice to meet you too, Donna. ما اینجا با دونا شروع می کنیم. این جمله ما اینفورمال هستش. جمله بعدی که نیک میگه Great and you. خب ببینیم باز هم اینجا از اصطلاحات اینفورمال استفاده شده و همینطور اینجا میبینیم Donna, this is my friend Hiroshi. الان نیک داره به دونا هیروشی رو معرفی میکنه. Nice to meet you, Hiroshi. ببینید لحن مکالمه عوض شد. دونا به هیروشی که اولین بار داره میبیندش میگه Nice to meet you. این اصطلاح رو گفتیم که زمانی که اولین بار کسی رو ملاقات میکنیم به کار میبریم. هیروشی گفته Nice to meet you too. پس مکالمه بین دونا و نیک چون از قبل همدیگر رو میشناختن اینفورمال بود تا اینجا و مکالمه بین دونا و هیروشی فرمال بود. پارت J میگه practice the conversation in groups of 3. میگه که مکالمه رو در گروه های 3 نفره تمرین کنید. میریم سراغ پارت بعدی K. Practice the conversation again with your own names. مکالمه رو دوباره با اسامی خودتون تمرین کنید. خب در انتهای هر بخش ما قسمت گول چک رو داریم که ما اهداف اون بخش رو چک بکنیم، ببینیم تا انتهای این قسمت آن چیزی که به ما آموزش قرار بوده داده بشه یاد گرفتیم به درستی یا نه. برای این کار توی این قسمت 2 کار از ما میخواد که بکنیم. 1. In pairs meet each other and introduce yourselves. یعنی به صورت 2 نفره همدیگر رو ملاقات کنید و خودتان را معرفی کنید. Introduce میشه معرفی کردن. Yourselves میشه خودتان. Number 2. Stand up, walk around and meet another pair. Introduce your partner. بلند شوید، در اطراف راه برید، یکدیگر رو ملاقات کنید و پارتنرتون رو به اون 2 نفر معرفی کنید. از این اصطلاحات هم میتونید استفاده کنید. Hi, how are you? Fine, thanks. Hello, my name's. Hello, my name's. This is. Nice to meet you. بسیار خوب، ما تا الان پارت A رو از یونیت 1 کامل کردیم
و در ویدیوهای بعدی میخوایم پارت B و C رو ادامه بدیم. یادتون نره که لایک، سابسکرایب و شیر کنید ویدیوهای ما رو. See you again. Bye.